بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یسألونک عن الأهلة قل هي مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. توفیقی است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره بقره رو بازگو میکنیم. آیه‌ای که الان تلاوت شد آیه شماره 189 در ادامه مباحث پیشین که الان مطرح است. آیه چنین آغاز می شود: یسألونک، میپرسند از شما ای پیامبر، عن الأهلة، از اهله. چندین نوبت قبل در همین سوره اشاره کردیم که هنگامی که فعل سؤال با حرف عن مطرح می شود، این سؤال علمی است، نه سؤال مالی، سؤال استعلامی است، پرسیدن برای دانستن. میپرسند از تو ای پیامبر پیرامون اهله. اهله چیست؟ جمع هلال. هلال همان حالتی که در آسمان میبینید که الان مطرح میکنیم. پایان مطالب دیشب اشاره کردیم این سؤال ساده‌ای نیست و مانند این سؤال باز هم یه پرسش هایی در قرآن دیده می شود، مانند سؤال از روح، مانند سؤال عن ذوالقرنین، مانند سؤال از بعض از موضوعاتی که اینها در اون سطح اندیشه جامعه جاهلیت مکی و عرب نیست. اینها در این حد نه آگاهی دارن، نه آشنایی دارن، نه دغدغه پرسش. روشن است که این سؤال از خود اینها بر نمیخیزد و این یه جریان و حرکتی بود که گروهی از یهودیان می آزمودند پیامبر رو با سوالات خودشون. یه پرسش هایی رو که بعضن جوابهایی از پیش آماده شده‌ای برای اون در متون خودشون داشتند، این سوالها رو از پیامبر می کردن که اون وزانت و جایگاه شخصیت علمی نبی مکرم رو محکی بزنن به تعبیر خودشون و اینها رو قرآن بازگو می کند و به زیبایی پاسخهای اون هم مطرح میشه. یکی از اون موارد همین است: یسألونک عن الأهلة. اشاره کردیم که کلمه هلال همون طلوع اولیه ماه رو میگویند. اون حالت اولیه‌ای که ماه در دل آسمان دیده می شود، همون دریای اخضر فلک و کشتی هلال، اون کشتی هلالی که در دریای اخضر آسمان دیده می شود، این رو هلال میگوییم. اما اینکه هلال یعنی ماه نو را چرا هلال میگویند؟ در خود لغت عرب کلمه هلال حله به معنای صدای بلند است. هنگامی که نوزادی به دنیا می آمد و یه فریادی و یه شیونی این نوزاد از خودش نشان میداد که میدانستند زنده است، شادی دیگران و غریب دیگران هم شنیده میشد. میگفتند استحل الصبی، این بچه استحل، هلال کرد. و هنگامی که این ماه نو رو میدیدن مردمان، برای پیشینیان دیدن ماه نو خیلی مبارک بود و خیلی دلبستگی به این کار داشتن. اصلا دیدن ماه یه تخصص بود، یه علاقه اجتماعی بود که این رو میگفتن استهلال، یعنی پیگیری از این که آمده است ماه یا نیامده است، این رو بجویند و بیابند و ببینند. ماهگاه اصلا یه جاهایی بود که این رو میگفتن ماهگاه. اونجا می ایستادن، ماه رو رصد میکردن، موقعیت اون رو میشناختند. ماه نو رو که میدیدند اینها سلام و صلوات میکردن، شادمانی میکردن، دستفشانی که ماه نوی آمده است و ماهی گذشته است. به دلیل اون صداها که گفته میشد، اون شادیها که انجام میشد، این رو هلال میگفتند، از همون ماده استهلال. البته ما در شرع مقدس اسلام هم حرمت برای این کار، احترام برای این کار داریم. استحضار دارید یکی از دعاهای بسیار زیبای 54 گانه صحیفه کامله امام سجاد دعای امام است عند الاستهلال.
یعنی اون زمانی که ماه نو رو امام سجاد دیدند این دعا رو انشا فرمودند و بسیار دعا زیباست و یه نکات علمی هم در این دعا وجود داره از جهت دانش هیئت و علوم حیوی. این زیبایی خاص خودش رو در این معنویتش این نکته هم درش دیده می شود که امام گنجانده است. پس خود هلال و اون حالت دیدن ماه نو، اون داس فلک که آدمیان می دیدند و صدای اینها به شادمانی بلند می شد، این رو هلال می گفته. یسألونک عن الاهله، می پرسند از این اهله. خب حالا از چه چیز هلال سوال می کنند؟ علل قاعده سوال از جهت منطقی دو گونه است. یعنی یه سوالی رو که شما سوال می کنید از شیئی یا از ماهیت و اصل وجود اون سوال می کنید. این سوال از چیستی است، یعنی این چیست. این سوال می کنن که این هلال این چی اصلا، چرا اینطور می شود؟ از چرایی و چیستی سوال می کنند. گاه نه شما سوال می کنید این آب چیست، یعنی به چه کار می آید، یعنی فایده این چیه، حکمت این چیست، بهره برداری این کدام است. این دو سوال است. یسألونک عن الاهله، یه سوال ممکن از ماهیت و حقیقت این باشد، دوم از کار کرد و استفاده و بهره برداری. کدام است این سوال؟ از جواب قرآن میفهمیم که دومی است. خداوند اینجا نیومد یه بحث ریاضی و سینوس و کوسینوس ماه رو مطرح کند، وضعیت فلکی اون رو به این حالت هلال رو ترسیم کنه از جهت هندسی. نه این رو گفته نشد، نه به میل اعظم زمین اشاره شد، نه به تقابل زمین و خورشید و ماه. این بحثا اینجا مطرح نشد. اون چه خداوند میگوید اون کار کرد و استفاده و بهره برداری از هلال رو مطرح میکنه که این مورد سوال بود و این رو میخواستن بدانن. حالا باز هم عرض میکنم، خب اینها میدیدن این حالت رو که در آسمان هلال مشاهده میشود، شام اول، دوم، سوم. در ناحیه مغرب شما نگاه میکنید متمایل به جنوب غرب در وضعیت جغرافی ما، در اون قسمت خاص در یه دقایق معینی میبینید این هلال به در میآید. شب دوم پرتر، شب سوم پرتر، از شب چهارم دیگه هلالی نیست، شکل اون عوض میشه، حالت تربیع پیدا میکند، وضعیت بعدی رو میگیرد، ادامه پیدا میکند. این حالت میرسد به 3 شب که در اون 3 شب حالت تدویر و دایره‌ای دارد، بدر است، حالت بدوری دارد. اونگاه در اون 3 شب یه شبش بدر کامل، بدر تمامه، اون ماه شب 14 است که هر زیبا رخی رو و زیبا وشی رو بالاخره در ادبیات پارسی به ماه شب 14 تشبیه می‌کردند. دیشب تو را به خوبی تشبیه ماه کردم، تو خوبتر ز ماهی من اشتباه کردم. اون تشبیه به ماه، اون هم شب 14 اون این زیبایی و حلاوتش رو در ادبیات پارسی دارد. خب این گاه تمام میشد، این 3 شب هم طی میشد، کاسته میشد، وضعیت ماه در افق کمرنگ میشد، کوچک میشد تا میرسید به اونجا که 3 شب هرچه میگشتن نمیافتند، هرچه در آسمان نگاه میکردن ماهی نمیدیدن، که این 3 شب رو میگفتند محاق. محاق یعنی اون 3 شبی که از ماه نشانی نیست، اونقدر رنگ و حال هوای ماه کم رنگ است، بی رونق است که دیگه از اون نشانی دیده نمیشد. خود این سیر از هلال تا هلال، یعنی از اول این ماه نو تا آغاز ماه نوی بعدی، این بین الهلالین، این حرکات ذهن مردم رو مشغول میکرد. این خودش سوالی بود برای اهل معنا که دقت به آسمان دارند. قرآن میفرماد یسألونک عن الاهله، اینها پیامبر از همین سوال میکنن. بگو، پاسخ بده، قل هی مواقیت للناس والحج، بگو این هلال رو خداوند بدین شیوه در زندگی شما آدمیان تنظیم کرده است که یکی از استفاده های عمده اون برای شما مواقیت است. کلمه مواقیت جمع میقات. میقات در اصل اون یهی که میبینید واو است. این موقات از ماده وقت و اوقات میاد. میقات یعنی وقت معین، وقت مقرر،
زمان مشخص. مواقیت جمع اون، این هلال مواقیت است، یعنی عاملی است برای تعیین زمان، گاه شناسی و زمان شناسی برای شما انسان‌ها در زندگیتون. قل هی مواقیتو، شما بر اساس این تنظیم ماه معادلات تجاری، اقتصادی، عرفی و محاسبات اجتماعی خودتون رو تنظیم میکنید و استفاده میکنید از این. خب از مسائلی که ما انسان‌ها در جامعه نیاز داریم همین است، یعنی اینکه گاه و زمان تعیین کنیم در زندگیمون. نمیتوان وعده سر خرمن داد، میدادن در گذشته. نمیتوان به آمدن مسافرین تنظیم کرد اسناد رو در دفترخانه. پایان این قرارداد کی؟ شروع آن که عند قدوم الحاج، در نزد آمدن حاج. شاید حاجیان امسال نیامدند، تصمیم داشتن بمانند. شاید حاجیان به جور دیگری آمدن. عند قدوم المسافر، و آمدن مسافرمون ما این تعهدمون رو، این براتمون رو چنین و چنان میکنیم. نه، اینها فایده ندارد. خداوند یه عامل طبیعی به شکل منظم، بدون اشتباه و خطا، بدون ثانیه‌ای تعلل و تأخیر، برای وقت شناسی در دل طبیعت بالای سر شما قرار داد که زندگی عادی و طبیعی شما بر اساس این وقت شناسی مخاطبان، انسانها، مسلمانان، جامعه بشری تأمین باشد. این مواقیت هست که خدای سبحان در اینجا اشاره میکنه. خب استحضار دارید سابقه وقت شناسی در بین انسانها دیرینه است، یعنی از سابقه تمدن کهنه، آنی که امروز شما به عنوان تقویم میشناسید، یعنی وقت رو منظم کردن. حالا این ممکنه امروز به شکل مکتوبش باشه، به ابزارهای متفاوت ما تقویم داریم. سنت تقویم و وقت شناسی و گاه دانی، این یه سنت دیرینه است در میان بشر. و جالب این است که این رو بدانید عزیزان، اولین تقویمی که انسانها بر اساس اون زندگی می کردند در مصر، تمدن بابل، سومری ها، حتی یونانیان و حتی ایرانیان در برهه‌ای از زمان، همین است که خداوند سبحان در اینجا مطرح می کند. اهله است، یعنی تقویم قمری، یعنی گاه شناسی بر اساس ماه، چون دستیافتنی ترین و طبیعی ترین و تجربی ترین شیوه شناخت زمان ماه بود. بر اساس سال رو با مجموع ماه تنظیم می کردن و وقتها رو با ماه مشخص می کردند و زندگی بر اساس اون. قراردادهای اجتماعی، تجارتها، خرید فروش، بدبستان، آمدن رفتن، همه بر اساس خود پدیده ماه و بر اساس حرکت ماه. این یه قاعده بسیار خوب و قابل قبولی بود که وجود داشت. عرض میکنم که خب بعد به دنبال اون سالهای دیگر، یعنی تقویمهای دیگر اومد. در ایران تقویمهای باستانی ایرانی آمد، تقویم جلالی آمد که بسیار تقویم دقیقی است. در ایران باستان عمل میشد. اول اردیبهشت، ماه جلالی، این که جناب شیخ هم میگوید، سعدی هم میگوید، اون تقویم جلالی. اونگاه تقویم شمسی، اونی که شما الان بیشتر با اون زندگی میکنیم از جهت مقررات اجتماعیمون و مسائل معمولمون، همین فروردین و اردیبهشت و خرداد شما، این تقویم شمسی است. تقویم قمری و تقویم های دیگه این که در دنیا تدوین شد و نوشته شد. اما میخوام عرض کنم زیربنای اساسی درست و دقیق و اون زیرساخت اصلی تقویم قمری بود و سال قمری و ماه رو شناختن بر این اساس. و تفاوت‌هایی که بین این سال قمری و تقویم قمری و شمسی وجود دارد فاحش است، بسیار زیاد است. نکته اول این بود که تقویم قمری که خداوند تنظیم کرد به شکل طبیعی برای همه انسان‌ها، عامی، عالم، جاهل، صغیر و کبیر، قابل دستیافت بود. یعنی انسان ها می توانستند بر اساس این پدیده ماه تنظیم کنند. خیلی ساده عرض می کنم و می گذارم، نمیخوام بحثای خاصش بماند برای مواضع خاص، اون مقداری که به بحث ما و تفسیر شبیه هست و نیاز است عرض می کنم خدمتتون. بالاخره انسان ها الان شما تصور بفرمایید این ماه بهمن تمام شد و اسفند ماه آغاز شد.
آیا شما بین روز پایانی اسفند و روز پایانی بهمن و اول اسفند چه تفاوتی در خورشید می‌بینید؟ با چشم غیر مسلح و شناخت طبیعیتون هیچ تفاوتی براتون دارد؟ حس کردید که دیروز مثلا امروز روز پایانی بهمن بود و فردا اول اسفند است؟ هیچگاه. آیا بین خرداد و تیر چنین فهمی رو ما داریم؟ نه. آیا در این ماه اسفندی که شروع می شود الان شما می توانید دقیق بفهمید 5 اسفند با 10 اسفند چه تفاوتی از جهت چشم طبیعی این ماه خورشیدی دارد برای شما این برج خورشیدی؟ خیر. هیچ کدام از اینها رو ما نمیتونیم بفهمیم. یعنی سال خورشیدی و سال نمای خورشیدی با غیر ابزار خودش و اون شناخت‌های فنی دانش نجوم برای عموم انسان‌ها شناختش دست نمیده مگر اهل اصطلاح و فن باشن. برخلاف این سال قمری این چنین نیست، ماه قمری این چنین نیست. هر روستایی که این بیل رو به دست میگرفت و آب باغ و مزرعه خودش رو تقسیم میکرد نگاه به آسمان میکرد، با ماه تنظیم میکردن. میدانستن که 2 ساعت اول ماه این است، این از آن این مزرعه است، این 2 ساعت بعدی ماه از آن این مزرعه است. اونچنان تنظیم میکردن که شما با دقیق ترین ساعت هاتون با ساعت بیگ بن هم که حساب بکنید اونها از شما بهتر جواب میدن. دقیق با اون شناختی که به ماه داشتن منظم میکردن و به شما میگفتن که این وقت این است و آن است. ابتداء ماه رو تشخیص میدید، میانه ماه رو تشخیص میدید، دهه اول رو به ماه نگاه میکنید میفهمید، دهه دوم رو میفهمید، دهه سوم رو میفهمید. ابتداء ماه رو قره میگفتن، آخر ماه رو سلخ میگفتن. دقیقاً اینها براتون روشن، معلوم. نیمه شب رو میفهمید، ابتدای شب رو میفهمید. همه با تحولات ماه قابل سنجش، تنظیم و استفاده. و عرض میکنم این ماه سال نمای قمری این واقعاً بوده است از دیرباز و مبنای خیلی از تمدن‌ها و خیلی از انسان‌ها بوده است. خداوند تأکید بر این میکند و جالب این که شما اگر دقت کنید در مبانی تشریعی، اینی که تا اینجا گفتیم در عرفیات ماست و زندگی طبیعی ما که ما نیاز به وقت داریم، قراردادمون مشخص باشه چندم ماه، مشخص باشد کی پرداخت میشه، کی دریافت میشه، منزل رو کی تحویل میدید، کی این سند میخورد، اینا همه بر اساس زمان، مواقیت و همین پیام خداوند. اما عرض میکنم در شریعت و مطالب تشریعی و دینی هم بدانید و میدانید عزیزان معیار سال قمری است. یعنی در مسائل تشریعی با مباحث سال شمسی هماهنگ نمیشه. شما اوقات نمازتون رو، حالا نماز رو نگیم چون قرارداد نماز مشخص است با طلوع غروب، وقتی که دقت میکنید مثلا فرض بفرمایید رمضان هیچ ربطی و دخلی به سال خورشیدی ندارد. صم للرؤیه و افطر للرؤیه، با قمر و ماه تنظیم میکنید و مشخص میشه. حقوق شرعی رو که در اسلام تنظیم میکنن با ماه تنظیم میکنن، یعنی زکات 11 ماه هلالی وقتی بگذرد این بحث زکات میاد. مباحث خمس با همین تنظیم میشه علل قاعده. اگر سن تکلیف مکلف مطرح میشه، این دختر و پسر مسلمان کی به تکلیف میرسن؟ با همین شناسنامه‌ای که دستشون هست؟ نه. اگر مبنا 15 سال است، 15 سال قمری است. اگر 9 سال تمام است، 9 سال قمری است. نه این شناسنامه که شما میگید آقازاده اینطور شدن، دختر خانم اینطور شدن. لذا اون 156 روز، حدود 150 و چند روز و اون حدود 90 خورده 100 روز رو باید لحاظ کنید، در نظرتون بیارید که میزان اون کمتر از میزان سال شمسی است. در خود شریعت هم این ماه به اصطلاح محوری و سال قمری یه جایگاه ویژه‌ای دارد. حالا با همه این حرفا، چه در مسائل عرفی چه در مسائل شرعی، فرمود قل هی مواقیت، و این هلال که میبینید این یک گاه شناسی و زمان شناسی است. قل هی مواقیت للناس و الحج، تا اینجاش مواقیت للناس میخوره به همین مسائل اجتماعیتون، قرارداداتون، و الحج میخوره به مسائل شرعی. یعنی در مباحث شرعی خودتون هم به همین هلال کار دارید. اصلا ذوالحجه از کجا پیش می آید؟ شناخت ماه ذوالحجه و وظایف حج بر اساس چیست؟ بر اساس ماه است، بر اساس ایام معدودات ماه تنظیم میشه. آغاز این سلوک
عظیم و بزرگ که انشاءالله یکی دو شب آینده میرسیم به مباحثی که این سلوک رو خواهیم گفت انشاءالله. و اتم الحج والعمرة لله، میرسیم به آیه 196 و یه سری از مباحث حج اینجا به زیبایی در این سوره و در این آیات مطرح خواهد شد. خب ملاحظه می‌فرمایید حج با هلال ذوالحجه، موسم اون، ایام اون، نهم اون، عرفات، منا، مشعر، اعمال، همه با این تنظیم میشه. این موعدی است برای شناختن حج و لذا میبینیم در فقه ما و در دستورات و تعالیم ذوات مقدسه محمد و آل محمد مواقیت رو با هم ماه قمری دقیقاً تنظیم، مشخص و تبیین میکنه. خب این مسئله گفته شد، یعنی به نوعی پاسخ این سوال داده شد. خداوند سبحان توفیق فهم آیات بیناتش رو به همه ما عنایت بفرماید.